حالا امو دوستا از سر پل آمدن در اینجا مزار شریف رستوران باز کرده به نام سمرقند رستوران. این رستوران دیگه به تازگی تقریبا یک در 15 رمضان بود خود شروع کرده بودیم دیگه. که در سمرقند رستوران در همینجا در مزار شریف برای فامیلای عزیز ما هم جای است. خب من ندیدم، بیاین که شما هم شاید ندیده باشین، بیاین که از نزدیک ببینیم که و در ضمن در کسانی که سالگرد دارن یا کدام محفلی دارن یک بخش یو ای پی دیگه 20 نفره داریم اونجا اون طرف. بله. بیننده عزیز در سمرقند رستوران هستیم و دیگه آشپز هم فکر میکنم بخیر آمده است. عکاش بشید. اینجا هم از مولینگ از موچه است، همه چیز است اینجا. حوصله که بودم. تعداد قورداغ میگه در سر پل ما ماندیم. نجیب رئیس خودت چلنج دادنی یکی ما میگه از نجیب رئیس که من خود قورداغ پخته میکنم. 4-8 یک بود 4 تاشو بالا کردیم. 4 تاشو ماند. این دو تا پخته است. عالی دو تا پخته. کباب از سر کوره مانده. اجازه است؟ اجازه هاست، اجازه کنید. اجازه است. هر کدامشون آورده فقط احساس میکنه که نیم کیلو میآید. 15 دقیقه صبر کنه خوبش پخته بشه. با سیستم مزار یک فرق داره که اینجا تیار کرده میمونه. در اونجا هزار کس علاوه تیار میشه. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. امیدوارم که شب و روز بخیر آغاز و بخیر به پایان رسانده باشین و در حال دیدن برنامه از یوتیوب چینل خودتان یعنی مزار مایک همراه با اعضای فامیلتان باشین. در هر جا که باشین ما براتون یک احترام داریم، احترام وی آی پی و برای همه شما خصوصا کسایی که فامیلی گزارش شما رو تماشا میکنند با همه شما یک سلام ویژه تقدیم میکنیم. مزار شریف دیگه واقعا این دو روز میشه یک رقم گرمی شده که دوست دارم از اینجا فرار بکنم به سردی هوای سالنگ پناه ببرم. کاش که افغانای ما خدر سرمایه می داشتن که در گرمی مزار فرار میکردن و میرفتن در سالنگ زندگی میکردن و گرمی مزار که میگذاشت باز پس میآمدن در مزار شریف در اینجا زندگی میکردن. به هر صورت ما از سر پل از قورداغ سر پل برای شما یک گزارش تهیه کرده بودیم در چینل قبلی. حالا امو دوستا از سر پل آمدن در اینجا مزار شریف رستوران باز کرده به نام سمرقند رستوران که در سر پل هم نجیب رئیس که خیلی دوستش داره بچه با اخلاق، حالا فکر میکنم بیادرش در اینجا هستن. میریم امچاشت میهمان سر پلیا در مزار شریف میشویم. به اینکه امو ذائقه قورداغی که در سر پل است اینا در مزار شریف برای مساری عزیز ما آماده کرده میتواند یا خیر. این دیگه در لابلای برنامه با نمایندگی شما باز ما نوش جان میکنیم، ذائقه‌اش برای شما میگوییم که باز بخیر هر وقت که به مزار شریف سر زدین باز بیاین دیگه خودتون از نزدیک نوش جان بکنین. میریم بخیر طرف سمرقند رستوران. بیننده عزیز بین که در رابطه با رستوران سمرقند رستوران از این مدیر صاحب یک کم اطلاعات بگیرم. جناب مدیر صاحب سلام علیکم. سلام. خوب هستید؟ بخیر صحتمند؟ سلامت باشید. شب روز بخیر بگذره. سلامت باشید. سلامت خانه باد. نامتون؟ نام حاجی نورالله. حاجی صاحب نورالله. از کجا هستین؟ از ولایت سرپل. یعنی دیگه هم ولایتی برآمدیم. خوش آمدید. سرپل از شهر یا از داخل شهر بله. از داخل شهر هستید. بله. چه وقت میشه در مزار شریف فعالیت شروع؟ در مزار شریف ما اینجا دیگه کار بود باشید در مزار شریف هستن. خیلی رستوران دیگه به تازگی تقریبا یک در 15 رمضان بود خود شروع کرده بودیم دیگه. ماشاءالله. تبریک باشه. سلامت باشین بخیر باشین. مردم سرپل در یک غذایی که من 2 ماه پیش رفته بودم گزارش تهیه کرده بودم نام داره قورداغ.
خصوصا مردم سرپل و ولسوالی سنچارک سلام. که در انگشت شاه که هر کس میره یا در سرپل قورداغ نوش جان میکنه یا در سنچارک. حالا بگین که همین قورداغ را که مردم سرپل میخوردن در مزار شریف نوش جان کردن میتونه یا نه؟ قبلا در سرپل ما یک رستوران به نام سمرقند رستوران داریم که در قورداغ پزی بیخی معروف هستن. نجیب رئیس کنید؟ بله. چی تان میشه؟ بیادر ما میشه. چی میگن؟ بله. او بشک. برای نجیب جان که یک سلامی میشه تقدیم میکنیم. یک قورداغ برای ما پخته کرد ببخشید گپتانم گرفتم 1 ساعت وقت در بله. این قورداغ سرپل است یک غذای بسیار متنوع و یک معروف است که در مزار شریف دیگه بر فعلا نیست. ای از گوشت بره مثالا جور میشه، یعنی که 3 ماه 4 ماه از گوشت گوسفند نه گفته بودن. همون تو یک لذیذ هست. ولی شما مازمون برای اینجا نمازا بله از اینجا ما از سرپل هم زنده میتونیم برای اینجا باز دوستا میان تجربه کردن بسیار رضایت دارن. در اونجا خدا خدا 8 دیگ 9 دیگ قورداغ تیار بود. اونجا یک دیگ 2 دانه دیگ هم هست یا نه؟ نه اینجا ما هست 4 5 تا دیگ جور کردیم ان شاء الله دیگه رو باز فرمان. در پالوی قورداغ دیگه چی داره؟ در اینجا قابلی بسیار اساس داریم. مولنگ پلاو، مایچه پلاو، قابلی، مانتو، روش، کباب خو به انواع مختلف دیگه. از فکر میکنم میوه‌جات هم هست یا جوس چور میکنن؟ جوس خانه هم داریم با انواع جوس مختلف پیدا میشه در اینجا. جای فامیلی هم هست؟ جای فامیلی بله، جای فامیلی ما آزاد کلان هم تو راحت هست. بله. اگر اجازه تان باشه میریم هم جای فامیلی رو سلامت خوش میریم بخیر. سلامت بریم بخیر. سلام. و ناگفته نماند بینیدای عزیز که در سمرقند رستوران در همینجا در مزار شریف برای فامیلای عزیز ما هم جای است. خب من ندیدم، ببین که شما هم شاید ندیده باشین، ببین که از نزدیک ببینیم که همین لحظه فکر میکنم که خانوما حضور ندارن. ما یک از نزدیک ببینیم جای فامیلی سمرقند رستوران. این طرف هست فامیلی؟ اینجاست. سلام علیکم. با بیننده عزیز، ما در لابلای برنامه اشاره کردم که اینجا برای فامیلیای عزیز ماست. میریم با خود آجی صاحب کم اطلاعات از پیشون میگیریم که آجی صاحب کم اطلاعات برای ما. آجی صاحب محترم، در رابطه ای چی برای ما بگوین؟ سلام علیکم سلام، بخیر باشین. ما شما قبلا هم اونجا ماندنه باشه کردیم، خیر است، مشکل نیست. آجی صاحب در رابطه با اینی سالن فامیلی برای ما اطلاعات بدین که در یک وقت شما برای چند نفر میتونین در اینجا غذا آماده بکنین؟ سلامت باشین، بخیر باشین. همین سالونی که شما میبینین همونطور منظم و مفشن است. دقیقاً تقریبا 80 نفر ما اینجا گنجایش مهمان داریم و در ضمن در کسانی که سالگرد دارن یا کدام محفلی دارن یک بخش یو آی پی دیگه 20 نفره داریم اونجا اون طرف. بله اینجا امی چاکره که فکر میکنم ماندن به خاطر سالگرد. بله به خاطر سالگرد هستن، کسی میتونن سالگرد یک فامیلی که اگر یک محفل کوچک داشته باشه به اندازه 80 نفر برای شما مثلا بگوین، شما از نگاه صرف تمام غذا برشون آمادگی گرفته میتونید. بله ما غذاهای ما بسیار مختلف متنوع است، بسیار لذیذ و با کیفیت و در ضمن نرخ نوای ما متناسب پایین است. ما قیمت فروش هم نیستیم. او را باز ان شاء الله با وقت خوردن باز ان شاء الله با کیفیت، با لذیذ، با 100% اطمینان، با اطمینان خاطر میتونن بیان تجربه کنن. بله وی آی پی را ما دیده میتونیم؟ بله میتونیم، مشکلی نیست. میرم خواهش وی آی پی را میبینیم. بیننده عزیز، در سمرقند رستوران هستیم و دیگه آشپز هم فکر میکنم بخیر آمده است. اکا آشپز سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر سلامت جور هستید. سلامت. نام خدا مجهز هستید؟ دستکشار هست که کلش است. بله آماده هستیم دیگه. آماده جنگ. میگه نظافت جز ایمان است. در سمرقند رستوران به نظافت هم ذکر بکنید. نامتون؟ شکرالله. شکرالله. شما ما سرپل هستید؟ بله سرپل دست سرپل سرپل سمرقند و ترکیب بدی لکه باری. کی بده نجیب‌الدین مسئول است. نجیب کسی بوله ما. بیادر نجیب رئیس میشه. قال من اولین ما
چند سال میشه که آشپزی میکنید؟ ما کم وقت میشه، نزدیک 4-5 سال میشه. 4-5 سال؟ بله بله. در اونجا بودیم دیگه، اینجا جدید شده، اینجا تازه اومدیم اینجا. بله اینجا تازه اومدیم. بله. امروز چند سیر برنج بار کردیم؟ امروز یک 3 سر بار کردیم دیگه، حالا جدید تازه شروع کردیم. 3 سر. بله ها. و روغنتون روغن چی است؟ روغن زغر است، کنجد است. زغر یا کنجد؟ زغر کنجد گرد میکنیم، یکم وقت زغر میکنیم، زغر است. امروز اردوش گرد است. بله ها. در سرپول که ما میرفتیم اونجا در زمستان زغر کار میکنیم، در گرمی کنجد کار میکنیم. حیوان کنجد است دیگه، گرمی است از این کار. در سرپول که ما میرفتیم بازم خوب مولینگ و چیزا را زیر میکشیدن. اینجا هم از مولینگ است، مایچه است، همه چیز است اینجا. حوصله که بوده. سرپول باز خوب است، کشمش و زردکش زیاد میندازه. حالا شما از همون کشمش و زردکش زیاد میندازین؟ بله قابلی که باید کشمش زردک باید داشته باشه دیگه. حالا سعی کنید زیر کشمش زردک میبرای. ولی قابلی ازبک پلاو بگیم میشه؟ قابلی ازبک پلاو است دیگه. ازبک پلاو. بله کسای کمیل اصلا ما را از طریق چینل ما میبیند و این نامتان چی گفتیم ببخشید؟ شکرالله. شکرالله. از خلیفه آشپز شکرالله سعی که مولینگا را میکشه دلتان او میکنه. خصوصا کسایی که در خارج است، در افغانستان زندگی میکنن، در کشورهای اروپایی زندگی میکنن. به 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 این از این کلش مولینگ بوده. مولینگ است، موچه است، همه چیز است. به به دور از دلتان. همکارم زمانی که ویدیو میگیری و یک تصویرم بگی خواه اونجا تصویر یک کوزینه داره تلفن این ما چند بجه سر دیگه باز میکنیم؟ 15 که هم 12 باز میکنیم دیگه انشالله. معمولا 15 هم 12. بله. تا چند بجه است؟ 2 بجه است دیگه، 2 بجه باز. بله. از طرف شام هم قابل پخته؟ از طرف شام هم است. بله. از طرف شام هم از طرف شام هم است تا 11 شب است. تا 11 شب خلیفه شکر در خدمت شما هستم. یعنی من نام خدا امروز مولینگ خیلی زیاد انداخت. مولینگ هست، مولینگ موچه زیاد میخورن مردم. کدامش حق ماست؟ حق شما رو یک جور میکنیم باز. این همین یگان خب موچه مولینگ میدادن شما. صبحی نان هم نخوردیم که میرم که در سمرقند رستوران مولینگ نوش جار میکنیم. ما در خدمتتان هستیم. شما سلامت خانه آباد. زیاد تشکر. باز ان شاء الله پس به شما برمیگردم. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. بخیر. یکی از کسایی که خودش میگوید تعداد قورداغ میگه در سرپول ما ماندیم. نجیب رئیس خودت چالش دادن یکی ما میگه از نجیب رئیس که من خود قورداغ پخته میکنم. ما گفتم نجیب رئیس برای ما یک قورداغ پخته کرد 1 ساعت وقت در بر گرفت. یادش بخیر باز پیشتر ان شاء الله سرپول میم. اما قورداغ از ما پیشتر کمی خوردم. یه مگر ندارن. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستید؟ بخیر صحتمند خیر. سلامت بخیر باشید. نامتان؟ نام محمد اکبر، خلیفه محمد اکبر. خلیفه محمد اکبر. چند سال میشه که قورداغ پخته میکنید؟ شاید تقریبا 36 37 سال شده باشه. چند سال در سرپول بودید؟ چه وقت میشه اینجا؟ ما دائم در سرپول بودم. دائم؟ دائم در سرپول بودم، دکان داشتم. چه وقت میشه مزار شریف آمدید؟ یک 20 روز شد اینجا اومدم. 20 روز؟ در اینجا قورداغ است فکر میکنم. قورداغ سرپول است. قورداغ سرپول نجیب رئیس برای ما گفته بود که از برایایی که 1 ماه و 2 ماه باشه یا 3 ماه باشه. شرباز است دیگه، شرباز. از ما قورداغ پخته. از ما قورداغ شرباز است. شما مزار شما ما مرخم است؟ بله شما شرباز است. برای شرباز. چه وقت در بر میگیره پختن یک قورداغ؟ فقط 15 دقیقه 20 دقیقه ما تیار کرده برش آماده میکنه. نجیب رئیس برای ما خودش پخته کرد 1 ساعت وقت داره. اونا که است برادر تال میخوره دیگه خورد است برادر جان، هر کس میاد و گوشت ریزه ما تیار کرده میمونه میتونه ریزه کرده نه تو چند دیگه 4 دیگه است 4 دیگه 8 دیگه بود 4 تاشو بالا کردیم. اول 4 تاشو مونده. این 2 تا پخته است. حالی 2 تا پخته. چند کیلو میای اینا؟ این هر کدوم 6 کیلو است و 5 کیلو بود اینا هر کدوم 5 کیلو است. اینا رو دیگه هنوزم داغ نکردیم. داغ نکردیم فقط در آماده جنگ است دیگه روشن می‌کنیم. حالا ما در اینجا نمیفهم که ایران اومدیم اونجا خوب مولینگ بود، اینجا خوب قورداغ است. ایران اومده که مولینگ بخوریم یا قورداغ بخوریم؟ دل شما که هر چیز که بخوای امر بخوریم. ما اردوش میخوریم. اردوش رو میکنیم. خانه آباد بسیار زیاد تشکر. سلامت باشید. در خارج خوب نرفتی در عربستان؟ نه خدا نه پخته نکردیم اینجا. فقط همین سرپول بود اینجا بس. نام سرپول در قورداغ کشیده بودی؟ همون تو نامش در مزار بکش. پاس شده. نه ولی نامش در مزار بکش مقصد. مزار هم کس بیا بگو قورداغ سرپول.
نامش برآمدگی است. برام سرپل میاد. همین چیز سرپلی همینجا پیش ماست. از طرف شام هم است یا تنها چاشت است؟ شام است تا 11 بجه شب است. تا 11 بجه شب اگر شما در سرپل رفتن نمیتونین خیر سمرقند رستوران همینجا بین همینجا قورداغ هم نوشیدن بکنین. خانه آمد تشکر. سلامت. تشکر. بیننده عزیز پیش یکی از وطندارای عزیز ما هستیم که کباب از سر کوره مانده. اجازه است؟ اجازه هاست، اجازه کنید. اجازه است. هر کدامشون خدا فقط احساس میکنه که نیم کیلو میآید. بیاین که امروز چند لحظه صحبت بکنیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب است برادرم، جور هستین؟ خوش آمدین. بخیر باشین. صحتتان خوب است؟ سلامت باشین. بخیر آمدین. نامتان؟ محمد اسماعیل هستم. اسماعیل جان از کجاست؟ از شبرغان هستم مستقیما. جوزجان. جوزجان شریف. بله. کباب پخته میکنید در بله، کباب پخته میکنم در سمرقند رستوران. چند سال میشه که کاری کباب میکنین؟ من 15 سال میشدم کار کباب هستم. 15 سال در جوزجان بودین یا در جوزجان؟ بله. در جوزجان بودین. بله. چند نوع کباب پخته کرده میتونید؟ یگان در رقم کباب پخته کرده میتونیم ده. همین لحظه چی هست این کباب؟ همینجا چوپان است، سینه مرغ است، بله. این کباب تکه است. این کباب تکه است. یعنی چوپان مرغ است. چوپان مرغ. بله. این چوپان مرغ است. دیگه چی کباب ها موجود است؟ شامی داریم، بودنه کباب داریم، بال کباب داریم. بال کباب. بله. دیگه چی؟ دیگه الفام داریم. مرغای الفام داریم، شوایه داریم. شوایش بس چیه؟ شوایش عربی است، بله. ما تازه خود ماشین پخته میشه، بله. بله. الفام کس در سر در جالی سر کوره. بله. نه الفام خودم پخته میکنم. بله. کباب هم از طرف چاشت است هم از طرف شام؟ بله، هم از طرف صبح است، هم از طرف چاشت، هم طرف شب. سه وقت، بله. بسیار زیاد تشکر. فقط دو دایش بکش که مثلا از ما در خدمت هستیم. شما اگه خوردن نمیتونین سایلش بکنین. ان شاء الله ما در خدمت. بله، هیچ گپ نیست. سلامت باشید. بیننده عزیز، از همتون یک تشکری ویژه میکنم که تا آخر دقایق برنامه با ما بدین. دور از دلتان دیگه کباب است و قابلی است، مولینگ بگیم دیگه. آقای صاحب شما امروز دیگه خیلی زحمت کشیدین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. قابل زحمت قابلش نیست دیگه. سلامت خانه باید بخیر باشن. اینا بیادرتان هستن؟ اینا بچه ما هستن. بچه تان هستن؟ بله. و او چی تان میشن؟ و بچه خورد ما هستن. بچه خورد تان هستن؟ بله. ماشاءالله ماشاءالله. خانه مزار است؟ بله مزار است. مزار شریف. بله. چه وقت میشه سرپل نرفتین؟ سرپل خب رفت آمد داریم دیگه. رفت آمد داریم. بله. در عید کجا بودین؟ اینجا بودین اونجا؟ در عید اینجا بودیم. بله. اینجا بودین؟ بله. نرفتین اونجا؟ ان شاء الله یک چند روز بعد باز میریم. نیت چه داریم. بله. اینی قورداغ سرپل است. این کباب است و این دیگه مولینگ. بله این مولینگ پلاو است. بله. دیگه چوپان کباب برات. اینی است. و او مانتو است. بله. مانتو از طرف شام هم است یا بله هم از طرف شام است هم از طرف روز است. خب بسم الله گذاشت شروع کنید دیگه صاحب. حالا ما ایران اومدیم که از چی شروع بکنیم بیننده عزیز. یک طرف کباب است، یک طرف این قورداغ سرپل خونه هم داره دیگه. دور از دلتان دیگه ما هم با اجازه تان شروع میکنیم. نان خوش کجاست؟ نان خوش کباب بفرمایید. شروع کنید آج صاحب شما شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. بگیرید یه بسم الله. این قورداغ خیلی نرم است. و بیادرتان نجیب رئیس بیادرتان؟ بله. او که برای ما پخته کردم یک ساعت وقت گرفتم و یک ذره سخت بود. این چی فرق داره که یک اینش نرم و اوش سخت؟ تو است که اینجا کمی که 15 دقیقه صبر کنه خوبش پخته بشه. با سیستم مزار یک فرق داره که اینجا تیار کرده میمونه. در اونجا هر کس علاوه تیار میشه. در اینجا صبر نمیکنه. خانه شما اونجا خیلی زحمت میکشم و حوصله میکنم. بیننده عزیز از همتون یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما بودید و گزارش ما را از سمرقند رستوران تماشا کردین. واقعا
دیگه از این چیزا بود ما فقط قورداغ سر پل نوش جان کردم. واقعا دیگه هر چی تعریفش بکنم قورداغ سر پل در اینجا کم است. با اون ذائقه‌ای که در اونجا پیدا میشه همه جا براتون پخته کرده در اختیار شما قرار میدهند. غذای وطن دیگه غذای وطن است. هر چی که تعریف و توصیفش بکنم به خدا کم است. و این شما هم باور دارین و همراه ما هم عقیده هستین در رابطه به غذای وطن که در هیچ جای پیدا نمیشه. به هر صورت تا برنامه بعدی که ما حیات الله اسحاقزی همراه همکار عزیزم در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.